سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از کانال یوتیوب من. توی این ویدیو میخوایم راجع به 3 کلمه ساده و کوچیک ا، ان و د صحبت کنیم که بهشون آرتیکل یا حرف تعریف گفته میشه و یاد بگیریم که کجا و چجوری ازشون استفاده کنیم. اول از همه باید بدونید که حروف تعریف قابل مقایسه و ترجمه به زبان فارسی نیستن و بهتره که با تمرین و تکرار به همون زبان انگلیسی یادشون بگیرید. به ا و ان حرف تعریف نامعین و به ذ حرف تعریف معین گفته میشه. و اینکه این مطالبی که امروز میخوایم توی این ویدیو راجبشون صحبت کنیم هم برای کسایی که سطح مقدماتی هستن مفیده و هم برای کسایی که سطح متوسط و پیشرفته هستن مفیده و خوشحال میشم که تا انتهای ویدیو منو همراهی کنید. بریم که مطالب رو براتون توضیح بدم. اول از همه میخوام براتون راجع به ا و ان توضیح بدم. We use a or an for things or people that are unknown، یعنی شناخته شده نیستن. To listeners، برای شنونده ها. We use a or an in front of singular countable nouns which are not specific. بدونید که ما اینجا داریم درباره ناونز ها صحبت میکنیم. ا و ان و ذ رو قبل از ناونز میاریم، یعنی قبل از اسم ها میاریم. اسم چیه؟ مثل کتاب، خودکار، دفتر، کیف، چیزا اینجوری میشن ناونز. قبل از وربو مثل گو، ونتو، ایتو اینا استفاده نمی کنیم. ادجکتیو نمیخوایم، ورب نمیخوایم، ناونز ها رو میخوایم. حالا ناونز هامون به 2 دسته تقسیم میشن، یا کاونتبلن، قابل شمارشن 1 2 3 4، یا uncountable like water, bread, sugar. اینا رو نمیتونیم بشماریم، قابل شمارش نیستن که ما با uncountable ها کاری نداریم، با countable ها کار داریم. دوباره قسمت countable ها به 2 دسته تقسیم میشن، یا سینگولارن، مفردن، یا پلورالن، جمعن. سینگولار like book، پلورال like books که اس جمع یا ای اس جمع بهشون اضافه میکنیم. حالا ماجرای اسپسیفیک چیه؟ اسپسیفیک یعنی شناخته شده باشه برای کسی که داره راجع به اون موضوع برش داریم صحبت میکنیم. من میگم Do you have a pen؟ یه خودکار داری به من بدی؟ مشخص نکردم رنگش چی باشه، مال کی باشه، چه جوری باشه، فقط گفتم Do you have a pen؟ یه خودکار داری به من بدی؟ اما اگر بهت گفتم Do you have the pen that Sarah gave you؟ یعنی اون خودکاری که سارا بهت داده بود و میتونی به من بدی، اینجوری دیگه مشخصش کردم، اسپسیفیکش کردم. پس اینجا ا و ان رو قبل از اسم هایی که سینگولارن، کاونتبلن و نات اسپسیفیکن، یعنی مشخص هم نیستن، استفاده میکنیم. تابلوی بعدی براتون چند تا مثال میارم و توضیح میدم. I have some examples here for you. چند تا مثال داریم که براتون یکی یکی توضیح میدم. I have a sister and a brother. من یک خواهر و یک برادر دارم. یه دونن و برای شما شناخته شده نیستن. A sister and a brother. My father is a doctor. وقتی که میخوایم راجع به شغل یا حرفه کسی هم توضیح بدیم، قبلش a یا an استفاده میکنیم. My father is a doctor. My mother is a nurse. My sister is a teacher. پس قبل از شغل یا حرفه افراد هم a و an استفاده میکنیم. There's a cat in the garden. یه گربه داخل باغچه است. نگفتم که گربه سفید، سیاه، دیروز اومده بود، نیومده بود، نمیشناسیدش. فقط گفتم یه گربه داخل باغچه است. We need an umbrella. ما یک چتر نیاز داریم. We need an umbrella. اینا رو A استفاده میکردیم، اینو ان گفتیم. حالا کجا A استفاده کنم، کجا ان استفاده کنم، توی تابلوی بعدی بهتون توضیح میدم. فقط تا اینجا رو داشته باشید که ما A و ان رو برای اسم های استفاده میکنیم، ناون های استفاده میکنیم که مفردن، یه دونن، شناخته شده نیستن و قابل شمارش هستن. اوکی؟ حالا توی تابلوی بعدی بهتون میگم کجا A رو استفاده کنیم، کجا ان رو استفاده کنیم که به معنی یک هستن. حالا میخوایم توضیح بدیم که کجاها A رو استفاده کنیم، کجا ان رو استفاده کنیم. حروف الفبا کلاً به 2 دسته vowel sounds و consonant sounds
تقسیم میشن. واول ساند ها حروف صدا دارن که 5 تا حرفن A, E, I, O و U. برای اینکه راحت‌تر توی ذهنتون بمونه این شکل رو به خاطر بسپارید. یه آدمکه که E میشه گوشاش، O میشه کلش، U میشه دهنش، I میشه بینیش، A هم میشه چشماش. این شکل رو اگه به خاطر داشته باشید همیشه واول ساوند ها به خاطرتون میاد. So we use an before nouns اسمهایی که start with a vowel sound با اینا شروع میشن قبلشون an استفاده میکنیم وقتی یه دونه ازشون داریم. اینجا براشون چند تا مثال آوردم. A اگر اسممون با A شروع بشه مثل چی؟ apple, alien, an apple, an alien آدم فضایی، یک سیب، یک آدم فضایی. an egg, an ear یک تخم مرغ، یک گوش. an ice cream, an igloo یه بستنی، یه دونه خونه اسکیمویی. an onion, an owl یه پیاز، یه دونه بیضی. an umbrella a university چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ اینجا یه دونه استثناء داریم. اول اینو بدونید که توی ویدیوی قبلی براتون توضیح دادم که این واول ساوند ها چه صداهایی دارن، هر کدوم چند تا صدا داشتن. بعد اگر دیده باشید اون ویدیو رو بهتون گفتم که یکی از صداهای حروف صدادارمون اسمشونه که در واقع اون لانگ ساوندشونه. یه شورت ساوند دارن یا لانگ ساوند دارن. لانگ ساوندشون اسمشونه alien A alien I ice cream O owl U صدای لانگ ساوندش ان نمیگیره A میگیره. این تنها U تنها حرفیه که لانگ ساوندش ان نمیگیره و قبلش A میاریم میگیم A university چون صدای U میشنویم. A university A unicorn اسب شاخدار. حالا یه سری استثناءات دیگه وجود داره، اونم اینه که وقتی دارید کلمه رو تلفظ میکنید و قبلش میخواید ا و ان استفاده کنین تو ذهنتون بیارید ببینید کلمتون چجور تلفظ میشه. مثلا میگیم an MP3 player درسته ام اولشه ولی میگیم MP3 player صداش ا، صدای ای که صدای ا داره MP3 پس میگیم an. میگیم an hour hour یکی از صداهای ا که ا بود. پس اینجا H چون نوشته شده ولی خونده نمیشه و اولین صدایی که میشنویم ا هست an hour میگیم. an honor person یک فرد صادق، اینجا هم اولین صدایی که میشنویم آ هست میگیم an honor person. دسته دوم حروف الفبا که این 5 تا ازشون خارج شدن بقیه حروف الفبا میشن consonant sounds B, C, D, F, G و بقیهشون. We use A before nouns start with a consonant sound. وقتی که ناونزمون اسممون با consonant sound ها شروع میشه یه دونه ازش داریم میخوایم یکی رو نشون بدیم A قبلش میذاریم. پس دو دسته شدن کانسوننت ها A میذاریم واولز ها رو ان میذاریم به همین سادگی. حالا میریم سراغ حرف تعریف the. حرف تعریف معین the. حرف تعریف the رو we use the for things or people that are known to listeners. دیگه شناخته شده برای مخاطبمون، برای شنوندمون. گفتیم ا و ان رو وقتی استفاده میکنیم که مخاطبمون نمیدونه ما داریم راجع به چی باهاش صحبت میکنیم. وقتی دیگه متوجه شد که داریم راجع به چی باهاش صحبت میکنیم، یه بار قبلا راجع بهش صحبت کرده بودیم، دفعه دوم و سوم که اسممون رو میخوایم توضیح بدیم از حرف تعریف the استفاده میکنیم. We use the in front of all nouns to describe someone or something specific or unique. چیزایی که خاص و مشخص هستن یا یونیک هستن هم قبلشون the استفاده میکنیم. شروع میکنم راجع به ماشینم میخوام با دوستم صحبت کنم. میگم I have a car. الان اولین باریه که من دارم راجع به ماشینم با دوستم صحبت میکنم. پس میگم I have a car. I'm going to wash the car tomorrow. من بار اول
A رو استفاده کردم. بار دوم که دارم راجع به اسمم صحبت میکنم the میارم. دیگه دوست من میدونه کدوم کار، همونی که گفتم من دارم. I'm going to wash the car tomorrow. فردا میخوام ماشین رو بشورم. The car is black. کدوم کار؟ همون کاری که قبلش راجبش صحبت کردم. The car is black. ماشین سیاهه. الان این تابلو رو پاک میکنم و مثالهای بیشتری براتون میارم تا قشنگ این موضوع براتون جا بیفته. فقط این نکته رو داشته باشید. The برای وقتیه که دیگه اسممون شناخته شده است. A و N برای وقتیه که اسممون رو برای اولین بار داریم راجبش صحبت میکنیم و هنوز شناخته شده نیست برای مخاطب. بریم تابلوی بعدی. Okay, we have some examples for you. I bought a jacket and a shirt. من یه ژاکت و یه پیراهن خریدم. هنوز نگفتم چجوریه و اولین باره که دارم راجبشون صحبت میکنم، پس قبل از جکت و شرت A میارم. حالا دیگه یک بار با شما راجبش صحبت کردم. شما میدونید من دارم راجب کدوم شرت و کدوم جکت صحبت میکنم. میگم The jacket was cheap but the shirt was expensive. کدوم جکت؟ همون جکتی که قبلش بهتون گفتم. میگه ژاکت ارزون بود اما پیراهن expensive بود، گرون بود. پس بار اول که داریم صحبت میکنیم A و N، بار دوم the. You're sick. مریضی. You should visit a doctor. میگه شما مریضی، باید یه دکتری ببینی، به دکتر بری. نگفته دقیق برو پیش فلان دکتر، هر دکتری، دکترشو مشخص نکرده، نان اسپسیفیکه. پس قبلش A میاره. You're sick, you should visit a doctor. What did the doctor say? دکتر بهت چی گفت؟ کدوم دکتر؟ همون دکتری که دیروز رفتی و دیدیش. پس بار دوم که برای مخاطب دکتر دیگه شناخته شده است و معلومه کدوم دکتره، قبل دکتر the میاریم. I want a cookie. من یه کوکی میخوام. نگفتم دقیقاً چه شکلی باشه یا مشخص نکردم اونی که مامانت پخته بود. پس قبلش A میارم. حالا توی جمله دوم میگم The cookie was delicious. کوکی خوشمزه بود. کدوم کوکی؟ همون کوکی که من میخواستم و شما به من دادین. دیگه مشخص شده، پس قبلش the میارم. این مثال های the و A و N بود. امیدوارم که تا اینجا براتون جا افتاده باشه. حالا یه حالت دیگه داریم no articles، یعنی جاهایی که هیچ آرتیکلزی استفاده نمی کنیم. اونم براتون توضیح میدم و تمام میکنیم ویدیو رو. When we use no articles, we use no articles for plural and uncountable nouns. برای اسمهایی که جمع هستن و uncountable، غیر قابل شمارشن. پلورا مثل چی؟ مثل teachers. این حالت جمع تیچر دیگه. should be friendly to students. میگه معلم ها باید دوستانه با مهربون، دوستانه با دانش آموزا رفتار کنن. does رضا like coffee؟ کافی غیر قابل شمارشه، uncountable، پس قبلش هیچ آرتیکلی استفاده نمی کنیم. proper nouns اسمایی که مشخصن، مثل اسم افراد، اسم شهرها. اسم افراد مثل میسا، دیوید، جک، رضا or the other names. و اسم شهرها مثل تهران، اهواز، نیویورک، ونکوور، شهرهای دیگه. names of games and language اسم بازی ها و زبان ها. زبان مثل چی؟ مثل زبان فارسی، English, Spanish or games like chess, basketball, volleyball. گیم های اینجوری. و یه حالت دیگه هم عبارت های فیکس هستن که الان تابلو رو پاک میکنم براتون توضیح میدم. اوکی، یه حالت دیگه همون برای نو آرتیکلز ها فیکس اکسپرشن ها هستن، عبارت هایی که ثابت هستن و همینجوری که هستن باید حفظشون کنیم و قبلشون هیچ آرتیکل استفاده نمی کنیم. like at home, at work، خانه، سر کار. go to bed, go to school, go to university, go to church، کلیسا، دانشگاه، مدرسه، رخت خواب، رفتن به رخت خواب، مدرسه. at noon, night, midnight، on Monday, Friday, Saturday. قبل از روزهای هفته آن استفاده می کنیم.
تمام روزهای هفته. Monday, Friday, Saturday, Wednesday, Thursday. Travel by bus, train, plane. سفر کردن با باس، اتوبوس، قطار و هواپیما. پس اینا عبارت‌های ثابتی هستن که قبلشون آرتیکل استفاده نمی‌کنیم. این بود کل مبحث آرتیکلز ها که A و N و The بودن و نو آرتیکلز ها، جایی که آرتیکل استفاده نمی کنیم. اگر تا اینجای ویدیو رو با من همراه بودین خوشحال میشم که لایک ویدیو رو بزنید و منو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیو که میذارم اولین نفری باشید که ویدیوهای منو میبینید. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار تا ویدیوهای بعدی.